ز بسم الله میخوانم خدا را، ز مشت خاک آدم ساخت ما را. ای که نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. به نام و یاد خداوندی بخشاینده مهربان، و با عرض درود و سلام محضر یکی از شما دوستان و عزیزان. امیدوارم در هر کجای از جهان که هستید از گزند روزگار در امان باشید. در ادامه برنامه‌های تاریخی، فرهنگی، ادبی چینل افغانستان خانه همه، امروز به یکی دیگر از مکان‌های تاریخی فرهنگی هرات آمدیم. جایی که تا اوایل قرن 20 یک کنیسه برای عبادت اقلیت یهود در هرات بود و بعد از هجرت ایشان این مکان تبدیل به مسجد شد به نام بلال، صحابه بزرگ پیامبر اکرام صلی الله علیه و آله و سلم. امروز در این مکان به معرفی این مکان میگیریم و تاریخی که این مکان به نام کنیسه بوده و بعدها به مسجد تبدیل شده و چه ویژگی های مکان داره. تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در کنار قریش صاحب قرار داریم که ایشان هم مولای امام همین مسجد هستند و که مردم در واقع به این مسجد می آیند و امامت میدن. در قدم نخست سلام خدمت شما آقای خطیب صاحب، ان شاء الله که خوابتان درست باشین. سلامت باشین. الحمدلله و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما دوستا و بیننده، محمد قاسم هستم، امام مسجد حضرت بلال که قبلا کنیسه بوده، حالا به نام مسجد حضرت بلال نامگذاری شده. خیلی عالی مولوی صاحب، تشکر از اینکه با ما وقت گذاشتین. در ابتدا مولوی صاحب شما در رابطه به این مسجد بگین که خود ما که 24 سال میشه که اینجا اول جاغان بودم به اسم امام، حالا بیشتر امامت به دشمن قبلا از ما این مسجدی بوده. شاید 50 سال باشه که مسلمانای مسجد تیار کردن، محراب نداشتن، محراب بزی تیار کردن و از این به اسم مسجد استفاده میکنن. خیلی عالی. مثلا از این بگین که قسمی که شما گفتیم قبل از شما پدر شما به این مسجد حضور داشتن و جامعه یهودی که در اینجا زندگی میکردن چقدر بودن و یعنی بعد از رفتن اونها چند سالی مسجد به اون حالت که نیستمان که بعد باز مردم محلی رو تبدیل بوده؟ یک ذره ما به جریان نیم، خیلی سالا میشه، تقریبا شاید 50 60 سال باشه که اونا رفتم. بعضی از دوستان اینجا هستن استفاده که خبر دارم، خودم حتی خداحافظی کردم وقتی که اونا رفتم دیگه. از اون بعد دیگه از مسجد شد و به اسم مسجد استفاده میشه. شما یاد کردین که محراب نداشت و نه محراب نداشت، بعد تبدیل به محراب کردن. مثلا چه چیزی وجود داشت؟ با وسط یک تخت داشت که اون مسجد به طرف سرک هسته و اون نقش قدیم هست مسجد و نام مسجد حضرت موسی. تخت داشت که اون تخت کلان میشیش به اطراف جمع میشدم. او محراب نداشت. یک محراب هم که داشت سپر لذی نداشت به شکل منبر، از به اسم محراب استفاده نمیشه چون اونا نمیفهم نماز نمیخوند، نمیشته بوده دیگه. همین تو برم تخت جمع میشدم و با واسه شیشته بوده و صحبت میکرده. یعنی جای مرد و زن خود جدا بود از هم دیگه. او باز اونا میفهمن دیگه، شاید بوده یا شاید نبوده باشه. همون اتاق بالا میگم شاید برای زنها بوده. بالا است. خیلی عالی. یعنی اینقدر معلومات نداریم که شخصی که وسط میشیشت چی میگفت برای در همین ترتیبات مذهبی رات میبودن درس میداد دیگه. اون چیزایی که با مذهب اینا رو چه داشتن اونا رو درس میداد. خیلی عالی. اجازه صاحب تشکر از اینکه وقت گذاشتین و معلومات جامع به کامل خودم دادید. خداوند شما رو باعث در محله تاریخی درب عراق بنایی قرار دارد که ساکنان شهر آن را مسجد حضرت بلال می‌نامند. اما این مسجد تنها یک مکان برای نماز نیست، بلکه قصه طولانی و پر از راز و رمز را در دل خود جای داده است. سالها پیش از آن که بانگ اذان در این مکان طنین انداز شود، این ساختمان جایگاه عبادت جامعه یهودیان هرات بود. کنیسه‌ای که دعای مردمان دیگر در آن زمزمه می‌شد. معماری خاموش دیوارهایش هنوز ردی از آن دوران را حفظ کرده است. سنگ‌ها، آجرها و طرح‌های باقی مانده گویا از گذشته سخن می‌گوید که کمتر کسی از آن آگاست. اما زمان همانند رودخانه‌ای که بی‌وقفه جاری است، چهره این بنا را دگرگون ساخته. با گذشت سالها به کوچ تدریجی یهودیان از هرات این مکان به دست مسلمانان رسید و با نام نیک و مبارک حضرت بلال یار و مؤذن پیامبر اسلام رنگ و بوی تازه گرفت. از آن روز به بعد صدای پرشکوهی از آن جایگزین نجوه‌های پیشین شد و این دیوارها شاهد تحول شگفت انگیزی گردیدند. این مسجد امروز بیش از آن که یک جایگاه عبادی باشد، کتابی نانوشته شده از تاریخ است. کتابی که ورق‌های آن از سنگ و خاک ساخته شده
و در هر گوشه حکایتی پنهان از همزیستی، تغییر و تداوم ایمان وجود دارد. بعضی ها میگویند اگر دقت به نقشه ها و طرح‌های کهنه این بنا نگاه کنی، میتوان هنوز هم نشانه ای از گذشته را ببینی. در داخل مسجد به کنار خدیب صاحب قرار داریم و از ایشان میپرسیم که در واقع قبلا این مسجد چی رقم بوده که و چه حالتی داشته. حاجی خدیب صاحب میشه کمی معلومات در سلام مجدد خدمت بیننده عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. طبق که مشاهده میکنید داخل خانه مسجد جایی که نماز جماعت برپا میشه و طبق قدیم در همین مکان یک تخت بزرگی بوده که همون امام و پیشوا نوروزی میشیشته و اطراف جمع میشدن، همون طبق مراسم مذهبی که داشتن انجام میدادن بدون نصیحت و دلالتی که میکرده. و دروازه که میبینیم در ازی تورات نگهداری میکردن، یک اتاق خودی هست که مثلا تورات نگهداری میکردن. و در سال 2009 که مرمت شد در کلکینه از همه آهنی بود، اینا رو عوض کردن چوبی شد و این نوشتار مسلمان ها کردن. اینجا آقاسایی بود این نوشته کردن 99 نام خدای پاک و 99 نام پیغمبر صلی الله علیه و آله چه کردن دیگه. بازی سقف میبینیم که نم زده، آبادات تاریخی میشه تا کارهای تا سلنگری های شده دیگه. پشت از ریزوگام یا بعد یک پلاستیک مینداخت و بعدا هم خشپش میکرد نکرد. زمستون ما خیلی تکلیف منو یک سر نم بزنه و گچا میرزه و خیلی برای نظافت از هر کار کوشش میکنیم، بازم نمیتونیم به صورت نظافت را انجام بدیم. یعنی توجهی که باید در حفاظت از مکان تاریخی نمیشه، خیلی کم میشه، هیچ نمیشه. 100% باید پشت از ریزوگام یا مثلا پلاستیک انداخته شه، باز هم خشپش که ما بتونیم رنگ روغندیم از خوب مواظبت کنیم نمیشه. تا زمانی که پشت محکم کاری نشه داخل نظافت خیلی متاسفانه که یک مشکل بزرگه. انشالله که باشه یک دوستی در قسمت همکاری کنه که ساخته بشه و حفظ بشه مکان تاریخی واقعیت داره که اگر به بیرون از مسجد حضرت بلال نگاه کنید، چیزی فراتر از دیوارهای خاموش و ساده می‌بینید. در دل این دیوارها تاقچه‌های ساخته شدند، تاقچه‌هایی که در نگاه اول شاید فقط بخشی از معماری سنتی به نظر رسند، اما در حقیقت هر کدام رازهای پنهانی از گذشته در خود دارند. این تاقچه‌ها نه تنها برای زیبایی ساخته شدند، بلکه بخشی از هویت بنا هستند. گاهی در آن چراغ یا شمع روشن می‌شد تا در شب روشنایی بخشد و گاهی ظرف آب یا اشیاء مقدس در آن جای می‌گرفت. ما هم گفتیم در پایین مکان جایی که در گذشته در واقع کنیسه‌ای بود، در وسط کنیسه یک مکانی بود یا تختی که در واقع خود خاخام یا رهبر مذهبی یهودیان در روی اون میشست و کسانی که به عبادت می آمدند در چهار طرف از او جمع می شدند و به گوش می دادند به خواندن تورات. و در واقع بالاتر از این مکان در این جایی که من قرار دارم جای برای عبادت بانیان و زمانی که خانم ها یا بانیان یهودیان می آمدند در این مکان می شستند و از این مغارها یا سوراخ‌هایی که وجود داره در واقع صدای خواندن تورات را می شنیدند و به عبادت می پرداختند که اینجا در واقع اونها می شستند و از این دروازه‌ای که وجود داره در اینجا بالا می آمدن به اینجا قسمی که یعنی می‌بینیم جای عبادت مردها و خانم‌ها هم در یهودیت از هم جدا بوده و جدا از هم به عبادت می‌پرداختند. با هم به پشت بام مسجد اگر سر بالا بگیریم و به طبقه دوم این بنا نگاه کنیم، با بخشی روبرو می‌شویم که در زمان یهودیان هرات بیجای زنان ساخته شده بود. در آن روزگار زنان نمی‌توانستند در فضای اصلی عبادت مردان حضور داشته باشند. پس این طبقه بالا برای آنان اختصاص یافته بود، جای آرام و جدا از صحنه اصلی. اما راز جالب این طبقه در سوراخ‌های کوچکی است که بر دیوارهای آن تعبیده شدند. این سوراخ‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که صدای مراسم مذهبی از طبقه پایین به گوش زنان برسند. آنها می‌توانستند دعاها و سرودهای مذهبی را بشنوند بدون اینکه دیده شوند.
خطیب صاحب گفتن و این مکان در واقع دروازه‌ایه که باز میشه به این یک جای مشخصی ساخته شده برای حفظ و نگهداری تورات که در زمان گذشته که این مکان یک کنیسه بود. علاوه بر این که یک محل برای عبادت و در این مکان شما میتونیم ویژگی های منحصر به فردی را ببینیم. به عنوان مثال این نقاشی که در اینجا وجود داره از دهه 1970 یعنی در زمانی که این مسجد مرحمت کاری و بازسازی شده در واقع وجود داره و تا امروز دست نخورده و در پشت این دیوار مثلا شما میتونید نام خداوند و همچنین پیامبر اکرام صلی الله علیه و سلم مشاهده کنیم. و چیزی که مهمتر از همه که در دورانی که این مسجد کنیسه بوده در یک مکان زیرزمینی که در داخل این مسجد واقع شده قرار داریم که این مکان گویا قبلا کسی نمیفهمیده که این مکان وجود داره. بعد در سال 2009 و مرحمت کاری که میشه این مکان کشف میشه. در رابطه به این مکان از حاجی قلی صاحب سوال داشته باشیم. حاجی قلی صاحب در رابطه به مکان کمی بیانات بدیم که بینندگان ما بدانند کجا است. بسم الله الرحمن الرحیم. طبقی که ما و شما میبینیم در سال 2009 آقا خان که بیامد این کلا پر بود که هیچی ما از این آگاهی نداشتیم که اینجا جای باشه برای نظافت یا برای غسل کردن. وقتی خاک از این بیرون کردن دیدیم که اینجا حوض و اینجا دیگه داشته و آتش میکردن و آب گرم میکردن میارن داخل از این برای غسل کردن یا برای نظافت استفاده میکردم که باز مدت هم مخروبه بود فقط خاکی بیرون کرد. باز 2 سال قبل و همین پروژه بود از طرف شهرولی کمک شد به اطلاعات فرهنگ که خاک از این کلا بگیرتم دیواره از این کلا کانکریت کردم و برکشی کردم و نظافت کردم که کسی بیا از این استفاده کنه یا دیدن کنه. خیلی عالی. در زیربنای مسجد حضرت بلال بخشی نهفته است که شاید کمتر کسی از آن آگاه باشد. اینجا جایی بوده که آب گرم میکردم. این علامت جور که میبینیم آب از قبلا از کریز می آمده اینجا می آمده داخل از این ریخته میشده. اونجا دیگه داشته که آتش میکردم آب گرم میکردم بعدا به حوض میبردم استفاده میکردم. زیرزمینی برای غسل و طهارت ساخته شده در روزگار یهودیان هرات. این مکان قرنها بدون استفاده باقی مانده بود و مردم محل حتی تا 10 سال پیش از وجودش آگاه نبودند. دیوارهای ساده و سقف کوتاه آن سالها سکوت خود را حفظ کرده بود. داستانهای پنهان گذشته در آن جریان داشتند. وقتی بنیاد آقاخان مشغول مرمت مسجد شد این زیربنا کشف و بازسازی شد. حوضه‌ها و فضای مخصوص شستشوی دوباره آماده شد تا نشان دهد که اینجا زمان مکان مقدس برای پاکیزگی و طهارت بوده است. در داخل کتابخانه مسجد و در کنار حاجی قلی صاحب همچنان قرار داریم و ازشان در رابطه به کتابخانه و پرسان میکنیم به اینکه قبلا چه جایی بوده در زیر از کنیسه یا مسجد قرار داره. همین جایی که مشاهده میکنیم که این معلوم نمیشه که در چی استفاده میکنن. ما بعض مسجدها چله‌خانه داریم که صوفیای کرام اونجا به چله میششن. این هم تقریبا همون شکلیه. همین دود زده بود که زمانی که آقا خان ترمیم کرد همین یک علامت نگاه بدشه که یعنی بفهمن که اینجا سیاه بوده. دیگه نفهم که اینجا آتش میکردن و کدام کاری میکردن. دیگه حالا باز ما برای کتابخانه یا برای دستگاه استفاده میکنیم درس و تعلیم. دیگه چیز مشخصی نیست دیگه. خیلی عالی. یعنی شما گفتیم که این برای نمونه نگه داشته که قدیم تر قدیم همین بوده سیاه بوده کلا که داخل آتش میکردم که سیاه شده یا همین سبک نبوده دین و مذهب نبوده که امت سیاه باشه چی را و دقیقاً دو طرف فقط صد و نمیت دالون چای تقریبا دیگه چیزی نیست. خیلی عالی. این هم چایی که در داخل مسجد قرار داره و برعکس چون در زمان گذشته در واقع ما نای نبوده و
این چای در واقع با یک سبک بسیار عالی با خشت و آجور کار شده که خیلی عالی ساخته شده و در پهلوی از که یک ویژگی منحصر به فرده که بیشتر چاها خشک شده در ولایت هرات متاسفانه به دلیل خشکسالی، ولی چاه با عمق بسیار کمی چیزی در حدود 10 متر هنوز آب داره و میتوان از او استفاده کرد. این ویژگی که بسیار از چاه نداره و قسمی که شما در تصویر بیشتر هم اشاره کردم میبینید با یک سبک بسیار عالی ساخته شده و خوشبختانه چاه پاک و شیرینی داره که میشه از او استفاده کرد. رسیدیم به پایان برنامه. این بود داشته‌های امروز ما که در رابطه به این مسجد خدمت شما دوستان و عزیزان ارائه کردیم. این مسجد تا اوایل قرن 20 که جایی که بیشتر یهودیان در این محل در واقع شده در دروازه عراق سکونت داشتن زندگی می‌کردند و بعد از مهاجرت آنها در اواسط قرن 20 این مکان توسط مردم محل تبدیل به مسجد می‌شود که به نام حضرت بلال صحابه بزرگ پیامبر اسلام معروف است. قسمی که ما در لابلای سخنان با حاجی قلی صبینه صحبت کردیم، این مسجد جاهای متعدد و گوناگونی داشت که ما به تصویر کشیدیم. از داخل مسجد جایی که در واقع خاخام یا رهبر مذهبی یهودیان میشه تا جایی که جای عبادت خانم ها و آقایان در واقع جدا بود و همچنین پشت بام مسجد رفتیم و تصویر کشیدیم چگونگی و در واقع سبک و معماری که ساخته شده و همچنین زیرزمینی که اونجا میگم در گذشته جایی برای غسل و امور در واقع غسل مبارکی که اونها در نزد خود مذهبیان یهود وجود داشت از او استفاده میکردن و همچنین کتابخانه‌ای که در پشت سر ما واقع شده بود. در کتابخانه رفتیم جایی که در واقع کتابخانه حاجی قلی صاحب بود و همچنین در گذشته هم مثل یک چله‌خانه‌ای که در اسلام وجود داره که مسلمان‌ها در اونجا میرن به عبادت میپردازن، همچنین جای وجود داره ولی مشخص نیست که برای چی استفاده میشد. و این بود پایان برنامه، پایان کاری که امروز ما با شما دوستان عزیزان به تصویر کشیدیم. تا هفته دیگر که در یک دیگر از مکان‌های تاریخی باز به خدمت شما دوستان و عزیزان میاییم. شما به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم و از شما دوستان عزیز خواهشمندم که کانال ما سابسکرایب کنید، ویدیو ما لایک کنید و دیدگاه خود را با ما شریک سازید. تا درود دیگر، بدرود.